الله وبرکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله خوب هستید دوستان؟ جزاکم الله خیر. همین یک سوال داشتم استاد درباره عقیده شیخ ابو محمد مدنی چی گفتنی داره؟ خب آنطور است که ما و شما اینجا مثلا یک شما برادر محترم اشخاص که مثلا مشخصا میین و میگین اینالی ضرورت به این پیدا میشه که انسان وقتی که درباره یک کسی که میگه به عقیده‌اش مکمل ما سرش بحث بکنیم مجبور هستیم که تمام درس‌های از و کتاب‌های از و کلیپ‌های از کلش بشنویم و باز اون قسمت انسان میتونه درباره یک کسی قضاوت کنه و انشالله تا جایی که مثلا از شنیدیم انشالله خوب است. جزاکم الله خیر. لکن تو اگر انسان میتونه که مکمل سر یک کس حکم بکنه تمامشه دیگه این چی هسته؟ انسان کلی همو درس های یک کس را بشنون و مثلا همیال بسیاری وقتا مثلا یک کسی سعید قطب میگه، یک کسی مثلا حسن البنا را میگه، یک کسی از بسیاری علمای دیگی را میگه. بناهن تا وقتی که انسان کل کتابای از و چیزای از نخوانده باشه حکم کردن نمیتونه. لکن انسان مثلا تا جایی که شنیده میتونه مثلا باید که مثلا ما شنیدیم، ما بسیار کم شنیدیم به این راستا، از این خاطر مشخصا درباره افراد حکم کردن نمیتونم و نظر نیک داریم. انشاءالله خوب است. جزاک الله خیر جناب استاد.